تا حالا شده تو زندگیت عاشق کسی بشی که همه، تأکید میکنم همه، بهت بگن این آدم مناسب تو نیست؟ شده فکر کنی تو تنها کسی هستی که واقعیت رو میبینی و بقیه کور هستن؟ شده حاضر باشی تمام ثروت، خانواده و آیندت رو بدی فقط برای اینکه فقط یک شب سرت رو روی شونه اون آدم بذاری؟ درود به همه رفقای کتابخون من. به کانال خرد تیوی خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یکی از جنجالی ترین، پرفروش ترین و بحث برانگیز ترین رمان‌های عاشقانه تاریخ ادبیات معاصر ایران. کتابی که وقتی شروعش کنی مثل اسمش دچار خماری میشی و تا تمومش نکنی خواب به چشمت نمیاد. امروز میخوایم کتاب بامداد خمار اثر فتانه حادثه جوادی رو کالبد شکافی کنیم. داستانی که فقط یک قصه عاشقانه نیست، یک کلاس درس روانشناسی روابطه که با سیلی‌های محکم واقعیت صورتت رو سرخ میکنه. اگر فکر میکنی عشق برای خوشبختی کافیه، این ویدیو رو به هیچ وجه از دست نده، چون قرار باورت رو حسابی به چالش بکشه. بریم ببینیم محبوبه و رحیم چه بلایی سر هم آوردن. خب بذارید خیلی سریع بگم داستان از چه قراره برای کسایی که هنوز نخوندن. داستان ما توی روزهای اول حکومت رضاشاه تو تهران اتفاق میفته. ما با دختری به اسم محبوبه طرفیم. محبوبه کیه؟ دختر یکی از اعیان و اشراف تهران. محبوبه دختریه که لای پرقو بزرگ شده. ویولون میزنه، لباسهای گرون میپوشه و ادبیات میخونه. اما یه روز فقط با دیدن یک پسر نجار به اسم رحیم که سر گذر دکان داشته دل و دینش رو میبازه. رحیم کیه؟ پسری که نه سواد درست و حسابی داره، نه پول و نه فرهنگش به محبوبه میخوره. پدر محبوبه بصیرالملک که آدم با نفوذیه، زمین و زمان رو به هم میدوزه که این ازدواج سر نگیره. اما محبوبه اون کر و کور شده. اون فکر میکنه عشق یعنی همین تپش قلب و نگاه‌های دزدکی. در نهایت محبوبه جلوی همه وای میسته، از خانواده طرد میشه و میره زن رحیم میشه. اما داستان اصلی تازه از اینجا شروع میشه. وقتی محبوبه پا میذاره توی خونه محقر رحیم، با مادر شوهرش که زمین تا آسمون باهاش فرق داره روبرو میشه و یواش یواش اون پرده صورتی عشق میره کنار و واقعیت خشن و زشت زندگی مثل پتک میخوره تو سرش. نکته جالب کتاب اینه که داستان رو محبوبه پیر داره برای برادرزادش سودابه تعریف میکنه. چرا؟ چون سودابه هم دقیقاً میخواد اشتباه جوانی عمه‌اش رو تکرار کنه. محبوبه داره این قصه رو تعریف میکنه تا جلوی یه فاجعه دیگر رو بگیره. خب رفقا، حالا که داستان رو فهمیدید، بیایید ببینیم این کتاب به جز اشک درآوردن چی میخواد بهمون یاد بده. من 3 درس طلایی از تو دل این کتاب کشیدم بیرون که قول میدم به درد زندگی امروز تک تکتون میخوره. درس اول: عشق کافی نیست. ببینید خیلی از ما با فیلم‌های هالیوودی بزرگ شدیم که میگن عشق بر همه چیز پیروزه. بامداد خمار میاد و میگه چرند نگو. مهمترین درس کتاب بحث تفاوت طبقاتی و فرهنگی یا همون چیزیه که قدیما میگفتن کبوتر با کبوتر، باز با باز. محبوبه فکر میکرد چون عاشق رحیمه میتونه با بوی پیازداغ اخلاقهای خاص مادر شوهرش و بیپولی بسازه. اما وقتی تب عشق فروکش کرد، همون بامداد خمار، دید که اونها حتی زبان مشترک برای حرف زدن ندارن. مثال امروزی مثل اینه که تو عاشق شعر و تئاتر و کافه گردی باشی، ولی شریک زندگیت فقط دنبال گیم زدن و فست فود باشه و هیچ درکی از علایق تو نداشته باشه. اولش شاید بگی عیب نداره، عوضش همدیگر رو دوست داریم، ولی بعد از 2 سال همین تفاوت‌ها میشه سوهان روحت. این کتاب فریاد میزنه که تناسب فرهنگی از نون شب واجب تره. درس دوم: تو نمیتونی آدم‌ها رو تغییر بدی. محبوبه با این توهم وارد زندگی رحیم شد که
من درستش میکنم، من رحیم رو آدم حسابی میکنم، باسوادش میکنم، بهش آداب معاشرت یاد میدم. نتیجه چی شد؟ فاجعه. رحیم نه تنها تغییر نکرد، بلکه جلوی تغییر مقاومت کرد و حتی بدتر شد. اون احساس حقارت میکرد و این حس رو با پرخاشگری و کتک زدن محبوبه خالی میکرد. مثال امروزی، دیدید بعضی دخترها یا پسرها با کسی وارد رابطه میشن که 1000 تا رد فلگ یا پرچم قرمز داره، مثلا دروغ میگه یا عصبیه و پیش خودشون میگن عشق من درمانش میکنه. بامداد خمار بهت میگه نه جانم، آدما خمیر بازی نیستن که تو شکلشون بدی، یا همینی که هست رو میپذیری یا خدا حافظ. تلاش برای تغییر دادن ذات یک آدم فقط خودت رو فرسوده میکنه. درس سوم، تاوان لجبازی یک عمر پشیمانیه. یه بخش زیادی از بدبختی‌های محبوبه به خاطر عشق نبود، به خاطر لجبازی و غرور بود. وقتی فهمید اشتباه کرده، وقتی رحیم اولین بار کتکش زد، میتونست برگرده. ولی چرا برنگشت؟ چون نمیخواست به پدرش و بقیه بگه شما راست میگفتید و من اشتباه کردم. اون موند و سوخت و ساخت، فقط برای اینکه غرورش نشکنه. مثال امروزی، تا حالا شده یه رشته تحصیلی رو انتخاب کنی یا یه شغل رو شروع کنی، وسطش بفهمی اشتباه کردی، ولی چون به همه گفتی من موفق میشم، روت نشه انصراف بدی؟ این دقیقاً همون دامیه که محبوبه توش افتاد. این کتاب یاد میده که پذیرش اشتباه و برگشتن از نیمه راه ضرر خیلی بهتر از اینه که تا ته دره سقوط کنی. آره جانم، با خودت و عمرت لج نکن. رفقا، بامداد خمار شاید اسمش قدیمی باشه، اما قصهش قصه همیشگی ما آدم هاست. قصه جنگ بین عقل و احساس. قصه اون صبحی که از مستی عشق بیدار میشی و با سردرد واقعیت روبرو میشی. این کتاب رو بخونید نه فقط برای اینکه سرگرم بشید، بلکه برای اینکه یاد بگیرید قبل از اینکه قلبتون رو به کسی بدید با چشمان کاملاً باز نگاه کنید که آیا همزبان و هممسیر شما هست یا نه. حالا نوبت شماست. میخوام کامنت ها رو منفجر کنید. به نظرتون توی ازدواج و رابطه عشق مهمتره یا تناسب فرهنگی و خانوادگی؟ اگه جای محبوبه بودید، پای عشقتون میموندید یا به حرف پدرتون گوش میکردید؟ حتما نظرتون رو بنویسید. تک تک کامنت ها رو میخونم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، لایک یادتون نره که به من خیلی انرژی میده. دکمه سابسکرایب رو هم بزنید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای بعدی و بررسی کتاب‌های خفن دیگر رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی و یک کتاب دیگه، بدرود.